یه موضوعی که اخیراً بنده باهاش مواجه شدم و فکر میکنم که لازمه یه صحبتی راجبش بشه، مسئله تمپلیت. حالا این کلمه رو ما اخیراً خیلی احتمالاً توی روزمره بیشتر استفاده میکنیم نسبت به گذشته، یعنی منظورم نسبت به 10 سال 5 سال گذشته است. یعنی شاید اگر 5 سال پیش بود هیچ کس از این کلمه به اون اندازه که الان استفاده میشه استفاده نمیکرد. تمپلیت ها یهو وارد زندگی ما شدن و سعی کردن که آدم ها رو توی یک باکسی جا بدن، یعنی شما رو بیارن توی یک باکسی و بگن که از این دستورالعمل، از این تمپلیت استفاده کن و به نتیجه برس. بعضی وقتا هم واقعا جواب داد. یعنی مثلا برای برنامه ریزی که یک کاری بود که انسان مثلا از 150-200 سال پیش داره به صورت منظم و هدفمند و علمی انجامش میده، تمپلیت جواب میداد، چون تقریبا اکثر روش های برنامه ریزی رقم خورده بودن، آدم های زیادی راجبش صحبت کرده بودن و پخته شده بود. اما اخیراً یک اتفاق داره میفته و اون همینه که راجب برند شخصی، اصلا برند شخصی رو ول کنید، راجب زندگی یه سری تمپلیت داره در میاد، یه سری قالب داره در میاد که خیلی عجیبه که این اتفاق داره میفته. یعنی به آدم ها گفته میشه که شما اگر این تمپلیت توسعه فردی رو رعایت کنید، اگر این تمپلیت تولید محتوا رو رعایت کنید، اگر این تمپلیت شغلی رو رعایت کنید، در نهایت به نتیجه مطلوب میرسید و موفق میشید. در صورتی که اصلا اینجا دو تا هویت اصلی داره مورد توجه قرار نمیگیره، یعنی دو تا از ارکان هویت شخصی داره در نظر گرفته نمیشه. یکیش این که به شما میگن فلان تمپلیت فلان رو رعایت کنی به موفقیت میرسی. موفقیت اصلا یکی از ارکان هویت انسانه و تعریف شخصی خودت تو باید روش داشته باشی. یعنی من میتونم بگم به اندازه تمام آدم‌های کره زمین کلمه موفقیت معنی داره و واقعا هم درجات مختلفی داره. یعنی شما بسته به ذات قناعت هر فرد میتونی کلمه موفقیت رو جور دیگری تعریف کنی. و مسئله دوم، یعنی رکن دوم هویتی که داره در نظر گرفته نمیشه، مسئله شخصه. یعنی شما وقتی میگی اگر تمپلیت فلان رو رعایت کنید موفق میشی، اگر فلان تمپلیت توسعه فردی رو پیش بگیری موفق میشی، داری این ذهنیت رو میسازی که هر شخصی باید اون مسیر رو بره تا به موفقیت برسه و داری یک نسخه میپیچی برای اون مسیر که هر شخصی اگر این مسیر رو بره به موفقیت میرسه. و خیلی جالبه، آدم ها یعنی خیلی از این موضوع خوششون میاد، خیلی میپسندن و اصلا سالم نیست. یعنی شما اگر به خودت نگاه کنی، من خیلی ساده مثال بزنم، دوره دبستان و دبیرستانت که چطوری طی شد، من نمیگم که چه نتیجه‌ای ازش گرفتی، نمیگم عدد آخر توی معدل دیپلمت چنده، میگم چطوری طی شد. اون برای تو موفقیت بود و منحصر به فرد خودت هم بود. درسته که یک مسیر مشترکی رو آدم ها داشتن طی می‌کردن، ولی به مرور زمان تعریف تو از موفقیت توی این حوزه تحصیلی ساخته شد و فهمیدی که آقا من این رکن‌ها رو میخوام رعایت کنم، این نتایج رو میخوام به دست بیارم و موفقیت برای من همینه. برای یکی تعریف شد گرفتن دیپلم، برای یکی تعریف شد قبولی در کنکور سراسری و یکی از دانشگاه‌های تاپ، برای یکی در آینده شد گرفتن بالاترین معدل دانشکده‌اش توی دوره کارشناسی، برای یکی دیگه تبدیل شد به تغییر رشتهش توی دوره کارشناسی. و این مسئله این که اگر این تمپلیت رو رعایت کنی به موفقیت میرسی اشتباهه، از بیخوبون اشتباهه، چون هم تعریف کلمه موفقیت فرق داره، هم مسیر. یعنی شما داری میگی فلان مسیر رو برو و به موفقیت برس.
انتخاب کردن رو داری از فرد میگیری و میگی این مسیر موفقیت تهش، پس مجبوری انتخابش کنی. این حرف شاید یه ذره الان ناپخته به نظر برسه، ولی در آینده احتمالاً اگر خوب روش فکر کنید و این حرفای من هم یک گوشه ذهنتون داشته باشید، براتون مفید واقع میشه. به این نتیجه میرسید که آقا موفقیت اصلا تمپلیت داشتن لااقل برای رسیدن به چیزی جواب نمیده، مگر اینکه شما شخصیتتون بر اساس شخصیتی باشه که همون تمپلیت رو ساخته. همین حوالی بمونید.